گنرال شریف نظرزاده که تازه در پایان ماه فوریه به مقام سردار ریاست کارهای داخلی ولایت مختار کوهستان بدخشان تعیین شد، روز 12 مارس در ملاقات با چند تن از شخصیت‌های تاثیرگذار و فعالان و رهبران سابق شهر خاروق وعده قطعی داده است که در خاروق یگان عملیات حربی گذرانیده نمی‌شود. یک منبع پایگاه خبری بامداد از ساکنان خاروق که در این ملاقات اشتراک داشتند خبر داد که روز 12 مارس ملاقات سردار میلیسای بدخشان با شماری از شخصیت‌های تاثیرگذار که در بینشان هم فعالان جامعه و هم یک عده از سابق خادمان سیاسی و دولتی و جمعیتی خاروق از جمله چند تن از ساکنان آبرومند و با نفوذ محله برخاروق نیز بودند. این نفران در ملاقات با گنرال شریف نظرزاده نگرانی خود را در میان گذاشتند و گفتند که بسیاری از ساکنان شهر و ولایت چند وقت باز از احتمال برگزاری عملیات حربی در هراسند. شخصیت‌های تاثیرگذار خاروق گفتند از آن نگرانی‌اند که در نتیجه این عملیات ساکنان عادی نیز می‌توانند ضرر بینند. گنرال شریف نظرزاده در پاسخ به نگرانی‌های همصحبتانش گفته است در خاروق یگان خیل عملیات نظامی گذرانیده نمی‌شود، چون که هنگام تعیین او به این مقام پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان هم دستور داده است که باید همه مسائل در خاروق با راه‌های گفت و شنید و کارهای فهماندهی حل کرده شود. سردار میلیسای بدخشان در ادامه گفته است مسئله در نزد قانون جواب گفتن 8 نفری که تحت جستجو قرار دارند و آن هم اکثرا به اوباشی گمانبر میشوند نیز از راه گفتگو و مکالمه برام مانده می شود تا اینکه خودشان به مقامات حاضر شوند. در چنین صورت نسبت به آنها جزاهای مینیمالی تطبیق کرده می شوند. وعده داده است گنرال شریف نظرزاده. گنرال نظرزاده که قبلا رهبری میلیسای دوشنبه را بر دوش داشت از نفران نزدیک به شهردار پایتخت و رئیس مجلس ملی رستم امامعلی می باشند. گفته می شود که گنرال نظرزاده از گنرال های به اصطلاح یسترب با میلش به شیوه حل مسائل پیش آمده از روی مکالمه و گفتگو فرق می کند. وضع در ولایت مختار کوهستان بدخشان در ماه نوامبر سال 2021 در پی در بازداشت به طور مرموز کشته شدن ساکن نویه روشقلعه گلبدین زیوبیکوف بعد شد. ساکنان ولایت با طلب به جوگری کشاندن گناهکاران مرگ زیوبیکوف 4 روز اعتراض کردند. تنها بعد گرفتن وعده مقامات به تحقیق این قضیه و برقرار کردن دسترسی به اینترنت پراکنده شدند، اما با گذشت اینک 3.5 ماه تا حال یگان نفر برای دست داشتن در مرگ گلبدین زیوبیکوف دستگیر نشده است و دسترسی به اینترنت هم در بدخشان تا هنوز برقرار کرده نشده است. خدمات علاقه بعد چند ماه شرط داده بود که گویا دسترسی به اینترنت در ولایت مختار کوهستان بدخشان به سبب‌های امنیتی محدود کردند. چند هفته آخر سر و صداها درباره احتمال عملیات مخصوص برای بازداشت محمد باقروف یکی از لیدرهای غیر رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان و دست کم 6 تن از یاران او از محله برخاروق باعث دوباره بحران شدن وضع در خاروق شده است. بزد باقر اخیراً با اتهام تحقیر و لطکوب نماینده دولت پرونده جنایتی گشودند. روز 4 مارس باقر گفت مقامات قدرتی در مرکز خاروق کوشش کردند تا ماشین او را گیر کرده دستگیرش کنند، ولی او توانست فرار کند. باقر گفت از دستش تیر خورد ولی زخمش سبک است چون که تیر به استخوان نرسیده است. ولی معاون سردار میلیسای بدخشان اعظم طالع‌زاده خبر تیر خوردن باقر را دروغ نامیده و گفت وقتی که او ماشینش را در پاسگاه منع نکرد کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی به هوا همگی یک تیر خالی کردند.